چطوری بچه هامون رو تو شرایط بحران آروم بکنیم؟ توی روانشناسی یه تکنیکی هست به اسم حلقه همتنظیمی. یعنی چی؟ یعنی که اول من باید خودم آروم کنم، بعد از طریق یه چهره امن، صدای آروم و در واقع بدن آروم بتونم بچه‌م آروم بکنم. یعنی وقتی که من ترسیدم اولین کاری که میکنم چیه؟ اول باید خودم 5 ثانیه نفس عمیق بکشم، بعد دستم رو بذارم روی سینم، با خودم صحبت کنم، بگم میدونم ترسیدی، اما اینجا امنه، تو الان اینجا هستی و بچه‌ت فقط تو رو داره. بعد برم بچه‌م به سمت بچه‌م بغلش کنم، باهاش تماس فیزیکی داشته باشم و حالا یا دستشو بگیرم توی دستم طوری که گرمای بدن من رو حس بکنه و با همون صدایی که همیشه براش لالایی میگم یا قصه میگم باهاش صحبت کنم، بهش بگم میدونم ترسیدی، منم ترسیدم، من الان اینجا کنار تو هم، بیا با هم نفس بکشیم. اما اینکه حالا چطور نفس بکشیم رو باید از قبل به بچه‌مون در واقع تنفس شکمی رو به عنوان تنفس بادکنکی بهش یاد بدیم.